سلام دوستان. بعضی روزهایی می شود که بخت ما نمیخندد و خیلی خسته و دل شکسته شده با خود میگوییم که از این بدتر نمی شود. اما باید بدانید که در دنیا شخصانی هستند که روزهای بدتر از ما رو دیدند و در کارهای شکست خوردند که باور کردنش دشوار است. این ویدیو سراغ شخصانی می رویم که با گفته خودشان بدترین روز زندگیشان رو دیدند. дар вақти коронавирус бояд чикор кунем? Дар хона нишинем ва ба гигиенаи шахсӣ риоя кунем ва инчунин ҳамроҳ бо як икс ғолиб шавем. Футболҳо бар вақти дигар гузаронида шуданд, аммо киберспорт идома дорад ва барои дар он ғолиб шуданатон бо промокоди Necatop дар аввалин пардохтатон шумо метавонед то $100 тӯҳфа гиред ва дар силкаи дар зери комментария буда даромада ҳамроҳ бо бозии виртуалӣ ғолиб гардед. از شماره 10 شروع میکنیم. شرمنده شدن فوتبالیست. نیک فلاگمن فوتبالیستی که در تیم ملی بربادوس بازی میکند، او یک بار در مسابقه لاتکارانه اشتراک کرده با هم بازیهایش مسابقه میدهد. گروه آنها برد میکند. آنها شادی کرده میگویند و میرقصند و 2 نفر از گروهشان او را گرفته به آب پرتافتنی می شوند. اما بخت بر رویش نمی خندد و به حالت ناگوار دچار می شود. شورت او با لطکه محکم شده، سرش در آب و پایهایش در هوا می ماند و از بدی کار او را در این حالت عکس می گیرند و به دنیای اینترنت می پرتویند. این روز باعث شد که مسابقه لاتکارانی را تا آخر عمر فراموش نکند. رقم 9. والدین شوخ. پارک‌های کودکانه پر از کودک و بازی و داد و فریاد است و والدین کودکانشان را برای وقت گذرانی به آنجا میبرند. بعضی از آنها یاد کودکی خود را کرده با فرزندان خود بازی میکنند. این مرد هم با مقصد بازی به این روز گرفتار شد. عجیبش این است که او با این اندام چه خیلی به درون این آهن جای گرفته است. خلاصه که تا برآوردنش از این حالت بین مردم شرمنده شد و این روز نحس را نفرین کرد. 8. مرده بی تقدیر. میگویند که آدم وقتی میمیرد و عزراییل به سراغش میآید بالاخره از بد و خوبی روزگار خلاص می شود. اما این بیچاره که در تابوت است بعد مردن هم از مشکلات خلاصی ندارد. وقتی راننده ماشین ترمز میکند تابوت از شیشه ماشین به بیرون میپرد و به زمین میافتد. حتی به خاطر بر روی زمین کشیدنش تابوت میشکند و این مرده بیچاره باید با تابوت شکسته در گورستان به خاک سپرده شود. 7. محکم شدن در سطل موسر. بعضی از ما و حتی خود من در دوره کودکی سرمان در بین آهن‌ها محکم می‌شد و یاری می‌خواستیم. این مرد اسکاتلندی می‌خواهد از سطل موسر چیزی بگیرد و ناخواست سرش آنجا محکم می‌شود. او بدترین روز زندگیش را تجربه می‌کند. بدی کار در این بود که کسی به او یاری نمی‌رساند و همه به او خندیده از او رسم می‌گیرند. پس از مدت آنجا آتش نشان‌ها آمده سر او را از سطل موسر می‌برند. رقم 6. بسته مخصوص. همه ما از اینترنت محصول را فرمایش میدهیم و به خانه آورده میرساند. اما این خانواده نه تنها محصول میخواسته اشان را آوردند بلکه ماشین دستافکه با سر به خانه اشان در آمد و این باعث شد که دیوار خانه فرو ریخته آنها در درون خانه محکم شوند. سپس ماشین کمک‌های فوق‌العاده آمده آنها را از خانه برآورد. شاید آنها بعد از این واقعه این خانه را با تمام خاطرات ناخوشش فروشند. رقم 5. بروک کماندیر. پلیس ها در سراسر جهان آموزش های سخت ببینند تا اینکه هم توانند عملیات را انجام دهند و هم خود و دیگران را محافظت کنند. اما برای این کماندیر فرانسوی باید خوب محکم کردن بروک را یاد میدادند، چون که در رفت عملیات بروکش پایان رفته هم خود و هم گروهش را شرمنده میکند و تا آخر عمر این مأموریتش را فراموش نخواهد کرد. 4. سکلات پنیر. در سکلات ها همه محصولات با نظم خاص روی هم چیده شدند و کارها در درون سکلات با ماشین مخصوص انجام می شوند. اما اگر آدم ناعهده برا باشد کار خودش را 10 برابر زیاد می کند. این مرد نیز هنگام کار در سکلات از سبب بی اهمیتیش به قفس های پنیر برخورده همه سکلات را روی سر خودش چپه می کند. بعد خودش هم طول 8 روز در زیر 4000 تن پنیر محکم می شود و بالاخره پس از 8 روز او را از آنجا می برند.
رقم 3 بلای آسمانی. یک تصور کنید که در کوچه میگذارید و ناگاه یک خارپشت روی سر شما میافتد. حادثه برای این زن برزیلیایی اتفاق افتاده است. وقتی از زیر صلبه سیمی برمیگذشت یک خارپشت روی سرش میافتاد. این حادثه برای این زن خیلی دردناک بود. حدوداً 200 خار در سرش فرو رفته بود. چند ساعت طول کشید تا دکترها آنها را از سرش گرفتند. رقم 2 جانکنی با دریل. یک وقت ماده شده بود که مردم با سر دریل جگوری میخوردند. این دختر هم خواسته است که هنر خود را به نمایش گذارد و در طول چند ثانیه از این کارش پشیمان شد. بعد چرخ زدن دریل مویهایش به گردیان چسبیده، قسم زیادی از مویهایش را کنده او را کل میکند. به فکرم بعد این کار دیگر از این بازی‌های مسخره نخواهد کرد. رقم 1 حلقه بسکتبال. بسکتبال ورزشی جالب و پرطرفدار است که در امریکا طرفداران آن زیادند. یک روز این مرد تصمیم میگیرد که به میکا از درون حلقه بسکتبال گذرد، اما این بدترین تصمیم زندگیش می شود. او در حلقه بسکتبال محکم می شود و با قهر و غضب با بالقه‌ای که در دستش است کوشش می کند که خود را از آنجا بیرون کشد. وقتی پلیس به مکان حادثه می آید، اول با احتیاط به نزدش رفته او را آرام می کنند و سپس او را از آنجا کشیده می برارند. خب نظر شما چیست؟ کدام از این کارها جالب تر بود و به شما پسند آمد؟